اگه دوست داری تتو تو خونت کنی، این سه کاری که بهت میگم رو انجام نده وگرنه با کپک تتوت مواجه میشی. ببین طلا، عفونت‌های تتو چند بخشه: ویروسی، باکتریایی، قارچی، واکنشی یا التهابی، عفونت تو بافته عمیق که تو ویدیوهای بعدی همه رو با روش درمان برات توضیح میدم. پس لطفا پیج منو فالو داشته باش که گم نکنی. موضوع اصلی ما نگهداری بعد از تتوه. اولین گام از نگهداری اصولی تتو با تتو درم شروع میشه. 24 ساعت بعد از اجرا تتو درمتون رو میکنید و با صابون آنتی باکتریال تتوتون رو شستشو میدید. اگر توی این مدت تتوی شما عفونت کنه، نحوه نگهداری از تتوتون ایراد داشته. به مدت 4 روز سطح تتو رو با پماد بپانتین چرب نگه می‌دارین. تتوی شما از مرحله حساس و عفونت رد شده. به مدت 1 ماه روزی 1 بار تتوتون رو با استر تتو اگر نتونستین تهیه کنید، پماد آی چشمی جایگزین خوبیه. به مدت 1 ماه روزانه 1 بار با پماد آی چشمی تتوتون رو چرب نگه می‌دارین. به هیچ وجه زخم تتوتون رو نمیخورونین.